شفاعت حق است، لكن در دنیا هست یا در آخرت؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. شما شفاعت کبرایی که هست، شفاعت صغرا هست. شفاعت کبرا در روز قیامت، همین حدیث چه بخوانین؟ در حدیث چی میگه؟ که در روز قیامت، نمیگه در دنیا، میگه در روز قیامت وقتی که بنده ها جمع میشن پیش یک پیغمبر، میرن آدم علیه السلام، باز میشن پیش نوح علیه السلام، پیش دیگه پیغمبر، پیش دیگه پیغمبر، تا که اینا به الله جل جلاله شفاعت بکنن که همین ترازوی میزان گذاشته شه و مردم از این جنجال روز قیامت خلاص شون. باز بالاخره پیش نبی اکرم صلی الله علیه و آله، باز نبی اکرم صلی الله علیه و آله سجده میکنه. چرا سجده میکنه؟ به خاطر که اجازه بگیره، چون او میفهمه که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این حال بسیاری کسا معنای شفاعت نمیفهمن که شفاعت چیست. شفاعت مقید است با آخرت، در دنیا شفاعت نیست. اینطور نیست که تو نماز نخوانی بری پیش یک کس باز او تو را به نمازی تو را چطور نه. شفاعت در روز آخرت است. شفاعت در روز آخرت است و شفاعت حق الله است. اینو بسیاری کسا نمیفهمن. شفاعت نه حق پیغمبر است، نه حق ولی الله است، نه حق ملائکه است، نه حق جبریل است، نه حق میکائیل علیه السلام. شفاعت حق الله است و این حق الله بر بنده هایی که خاص برش میده.